اگر من نکنم شما نکنید پس کی میکند؟ آیا نفری پیدا می شود خود سرانه؟ روز بخیر دوستان قدردانم. شما رو به نهایت احترام میکنم و دوست میدارم، چون احترام و دوستداری شما است که ما به مانند گل جلو داریم و به مردم خوشبویی داده ایستاده‌ایم. همون هم یک مدت است. یک لایحه بزرگی خیریوی داریم و در این لایحه شما میتوانید اشتراک کنید. چگونه است؟ ما یادبود میسازیم، فیلم های داکیومنتری میسازیم، کوتاه درباره مثال خود شما، درباره پدر شما، درباره مادر شما، درباره پدر و مادر گذشته، یعنی که هر طوری هست زودروزی تبریکاتی، این گونه فیلم های کوتاه میسازیم از خود تولید تا امروز که این یک عمر شما استفاده برده میتوانید. با این خاطر در این لایحه اشتراک کردن شما چی است؟ ما از مردم پول طلب نمیکنیم، یعنی ما از مردم همین طلب میکنیم که محصولات ما رو بگیرن و بر عوض او لایحه‌ای که ما تصمیم گرفتیم کار خیر پیش بریم. یعنی ما برای شما فیلم داکیومنتری میسازیم، یادبود یا هر چی که هست، شما میتوانید از ما درخواست کنید، ما میسازیم اما مبلغ او رو به اون سو روانه میکنیم. پس مرحمت، لایحه آغاز شد، میتوانید در این لایحه اشتراک کنید و چون گفتیم هم دهنده باشید هم گیرنده باشید، ما نیست چونین. به همه شما اومد اصلا این فیلم رو چگونه استفاده میبردن. هر بار که خسته میشدن کامپیوترم پر از بار میشود، ادنوید دارد. انسان هم همین است، هر بار خسته میشه یا چیزی دیگر، یک بار همون رولیک رو تماشا میکند، من نمیدونم بی چشم میکند یا چیزی دیگر، کلا باز دوباره برقرار میشود، زنده میشود، باز از پس کارش باشد. چون گفتیم زود روزی یاد بود، یعنی پدر و مادر گذشته باشد.